درود بر بینندگان. تو این برنامه آموزش پوکر 3 رو داریم و این حالا اینجا که بیایم این میز رو در آخر برنامه قبل داشتیم و حالا ادامهش میدیم. تو برنامه قبل مرحله اول بازی تموم شده، اینجا دور اول از مرحله دوم رو داریم. خب این دیلا هستش، اینم باید یک، اینم دو بیگ بلایند رو بذارن و حالا ببینیم بقیه چه کار میکنن. خب کارت ها چجوری تقسیم میشن؟ به این شکل. خب این کارت ها تقسیم شدن و خب حالا این نگاه میکنه، میبینه دستش خوبه، 10 تا میذاره وسط و ببینیم بقیه چه کار میکنن. خب این خارج میشه ولی اینم 10 تا میذاره وسط و نفر بعدی هم 10 تا میذاره، اینم 10 تا میذاره و حالا اینم باید اگه میخواد بمونه ببینیم چه کار میکنه. خب آها اینم 10 تا، یعنی 8 تا گذاشت اون، این 9 تا گذاشت اون یکی که اینجا بود، اینم 8 تا گذاشت اینجا و بنابراین همه پولا وسط جمع میشن 50. اینم این سبز هم خارج شده. خب حالا ادامه که بدیم، خب اینم این 3 تا رو میذاره وسط، ببینیم حالا چیه. خب حالا جالب اینه که میتونیم دستا رو هم دست همه رو ببینیم اینجا تو این برنامه. خب این همونطور که میبینید اینجا هم زرد شده، یعنی 2 تا جفت داره. ببینید یه جفت آس داره، یه جفت 7 داره، دستش خوبه. ببینیم چه کار میکنه، 20 تا میذاره وسط. بعد خب ببینیم چه اتفاقی میفته. اینم خب این یکی هم همونطور که میبینید 1 2 تا 3 تا 4 تا دل داره و اگه یه کارت دل بین اینا ترتیبی تو این دلا نیست، یعنی 1 2 3 4 4 5 6 7 و اینا نیستن، ولی خب اگه یه دل دیگه بیاد، شانسی که این داره شانس خوبی برای فلاش داره. ببینین خب بالاترین که این استرایت فلاش بود، که این استرایت فلاش بهترین شرایطش که خب تو اینا تو برنامه اول بود رویال فلاش هستش، ولی خب این الان شانس اینو داره فلاش کنه، یعنی خب ترتیبی توشون نبود و اینجا میشه فلاش. خب و حالا این یکی ببینیم چیکار. پس چون شانس خوبی برای فلاش داره، این هم 20 تا میذاره وسط و این هم 20 تا میذاره و کال میگه. خب این یکی که رفته بود بیرون. حالا این یکی، خب این یکی هم همونطور که میبینین شانس خیلی خوبی برای استرایت داره. حالا استرایت چیه؟ اگه ما بیایم اینجا ببینیم، پس اون یکی که دیدیمش فلاش بود ولی این یکی استرایته، یعنی شانس داره که از خالهای مختلف یه ردیف درست کنه. و الان اگه بیایم اینجا، پس این مرحلهش یه مرحله از اون یکی کمتره، ولی خب اینا از دستای هم خبر ندارن. ببینید اگه یه 3 بیاد اینجا، از هر خالی که باشه میشه 3 4 5 6 7. اگه یه 8 هم بیاد میشه 4 5 6 7 8 و میبینید که از خالهای مختلف اینجا هست. پس این هم چون یه همچین شانسی داره، میبینیم که خب 20 تا میذاره وسط و این یکی فقط یه دونه جفت داره، همونطور که مشخصه جفت 4 داره و این ادامه نمیده، میره بیرون. پس اینجا دور دوم این مرحله هم تموم میشه و این پولا همه میرن اینجا، مجموع به 130 یورو میرسه و خب حالا کارت 4 میاد وسط. خب همونطور که میبینین این یکی که اینجا هست، ببینیم چه کار میکنه. خب این میبینیم که وضع کارتاش تغییری نمیکنه، همون یه جفت آس داره، یه جفت 7 داره، تغییر تو کارتاش ایجاد نمیشه، بنابراین این میگه چک تا ببینه بقیه چه کار میکنن. بعد این یکی ببینیم چه کار میکنه. این هم میبینیم که فلاشش جور میشه، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دل داره که هم توی چیز نیستن، یعنی فلاشش جفت و جور میشه، ولی خب با همه این وجود اینم میگه چک، ببینه بقیه چه کار میکنن. این یکی هم که دستش باز 1 2 تا 3 تا 4 تا، این 4 تا دل داره، هنوز 5 تا نشده و خب این به یه دل دیگه نیاز داره که اینم فلاشش جفت و جور بشه و اینم فعلا میگه چک که ببینه مثلا بقیه چه کار میکنن. خب این یکی هم میبینیم که
با این 3 در واقع 3 4 5 6 7 اینم استرایتش جفت و جور میشه. استرایت یه مرحله پایین تر از فلاشه، اینم به هر حال میگه چک. پس تو این دست چون همه میگن چک دیگه، دست فعلا این دور هم تموم میشه. یعنی وقتی همه دیگه میگن چک و پولی وسط نیست دیگه، خب بعد از یه دور که زده شد دیگه تموم میشه. و خب حالا این کارت آخر رو میذاره رو میز و خب این کارت آخر که میاد ببینیم این چه کار میکنه. این میگه چک دوباره، 2 تا جفت داره، چک، پولی نمیذاره وسط. این یکی تمام پولاشو میذاره وسط، یعنی به هر حال خب اینجوری حدس میزنه که به احتمال زیاد دستای بقیه هم خیلی خرابه و وقتی آدم یه فلاش داره در واقع شانس خیلی خوبی داره برای بردن. البته خب فول هاوس هست، این یکی هم میتونه باشه. خب ولی به هر حال این همه پولاشو میذاره وسط تا ببینیم به بقیه چه کار میکنن. خب این هم تمام پولاشو، یعنی نه تمام پولاش، به همین اندازه که این گذاشته این هم میذاره وسط. چون ببینید این هم دیگه فلاشش جور شد، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. این درسته که اینجا الان 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا دل وجود داره، ولی خب این دوشو نیاز نداره چون این دوش خیلی کمه. ولی خب 1 2 3 4 5 منتها این الان نمیدونه که شاه دل پیش اینه و اگه و در واقع برنده دست این خواهد بود به خاطر اینکه شاه دل پیششه، ولی این بیشترینش 10 هستش. خب و این یکم برها فلاشش استرایتش جور شده. ببینید 3 4 5 6 7 استرایتش جور شده، ولی ببینیم چه کار میکنه. این بیرون میره، یعنی با اینکه یه پولای اینجا از دست داده ولی خب بیرون میره چون به احتمال زیاد حدس میزنه که این نفرای دیگه باید دست خیلی خوبی داشته باشن که این کارو کردن. خب ببینیم این چه کار میکنه. اینی که اینجا هست اینم سریع میره بیرون چون به هر حال متوجه، پس این پولا همه میرن وسط و خب برنده هم این آبی هستش که اینجا حالا ممکن شما اینو سیاه ببینید. این نفر پایین که شاه داره، خب ببینید این 10 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دل داره و این هم همینطور منتها شاه پیشه اینه و چه اتفاقی میفته؟ تمام پولا میاد گیر این میاد، یعنی الان 10,066 یورو گیر این میاد. و اتفاق دیگه ای که میفته در آخر این بازی اینه که خب این دیلای ما بود. حالا برای دور بعد، برای مرحله بعد دوباره این ده یکی میاد این طرف. البته یه چیز خیلی مهم که من اینجا باید بگم در مورد این فردی است که اینقدر پول، خب وقتی که اینقدر پول گذاشت و بعد اینم میاد همینقدر پول رو میذاره، من اگه مثلا جای این نفر بودم که اینجا نشسته فکر میکردم که مثلا خب چرا این یه دفعه اینقدر پول گذاشت؟ به این دلیل که خب لابد 3 4 5 3 و 4 و 5 و 7 لابد یه 6 دل داره. این نفر اینور که اینقدر پول گذاشته لابد یه 6 دل داره و اگر که بیایم اینجا میبینیم در اون صورت اگه یه 6 دل داشت بهترین شرایط رو داشت و حتما برنده میشد و هیچ وقت ریسک نمی کردم که این مقدار پولی رو که این گذاشته بذارم. یعنی در واقع کار خیلی ریسکانتی این کرد که همه پولاشو یه دفعه وسط گذاشت. شما باید به همیشه به این مثلا توجه کنین که رو میز چه چیزایی وجود داره. خب البته الان درسته بین این نفر این 3 4 5 فقط یه 6 اگه داشت، البته باز یه خورده این طرف داد درسته اینجا میشه. اگر که به جای این 10 یا به جای این 2 دل یه 6 دل داشت میشد 3 4 5 6 و 7 و همونطور که گفتم بهترین شرایط رو میشه. البته بهترین شرایطش باز رویال هستش تو این شرایط استرایت فلاش، ولی خب همونطور که گفتم این ریسک خیلی بزرگی کرد.
ولی خب به هر حال بازی تموم شد و این میبره. خب در مورد این فردی هم که همه پولاشو از دست داده، این یا باید بلند بشه و بره و یا میتونه دوباره چیپ بخره، که خب این که چقدر چیپ اجازه داره بخره این بستگی به قوانین میز و ناظم داره که آیا حتما باید 5000 یورو بده و 5000 چیپ بخره یا نه میتونه مقدار کمتری بخره، که خب حالا قوانین چجوری بوده. این به هر حال 5000 یورو میده و دوباره 5000 تا چیپ میخره و ادامه رو که ببینید. خب این الان این 5000 تا رو باید برداره و به این شکل و این دیلا هم یکی میپره این طرف به این شکل. خب پس دور اول این مرحله رو شروع میکنیم که خب این دیلا میشه، این هم سمال بلایند، این بیگ بلایند میشه و خب نه اشتباه خود تند من رفتم، چه اتفاقی میفته؟ خب کارت تقسیم کارت از اینجا شروع میشه، میبینیم به چه شکل. خب همونطور که میبینین این در واقع خب همونطور که میبینین یه دونه شاه داره و یه دونه بی داره و یه دفعه ریس میگه و این دو رو میکنه 10 و خب من اگه جاش بودم چی کاری نمی کردم، ولی خب به هر حال هر کی به هر حال و این هم کل میگه و این هم 10 تا میذاره وسط، این یکی هم به همین شکل کل 10 تا میذاره وسط و حالا ببینیم که این چه کار میکنه. این هم این خارج میشه، دستش بنا خب فکر میکنه که دست خوبی نداشت. حالا این یکی هم ببینیم چی کار میکنه، این هم خارج میشه، پس این دو نفر خارج میشن و این در واقع خب پس این هم خارج میشه، ولی این یکی چه کار میکنه؟ خب این هم به هر حال میگه کل و این هم 10 تا میذاره، پس همه 10 تا میشن. دور اول این مرحله تموم میشه، پولا میره وسط جمع میشه و این هم ناظم هم 3 تا برگ میذاره. میبینیم که این نفری که اینجاست تازه یه دونه جفت داره. خب به هر حال اینی که اینجا هست یه دونه جفت داره و ریسک نمیکنه و میگه چک که ببینه بقیه چه کار میکنن و نفر بعدی هم میگه چک. خب به هر حال این نفر بعدی هم اصلا میبینیم که چیزی جفت و جوری نداره. خب ادامه رو که بدیم، این یکی ولی یه دفعه ریسک میکنه و فقط یه دونه جفت داره، 60 تا میذاره وسط و میگه بت، به خاطر اینکه خب اولین همونطور که داشتیم اولین پولی که میاد بت میشه. خب نفر بعدی چه کار میکنه؟ نفر بعدی هم خارج میشه، چیز دست خوبی نداشت خارج شد. خب حالا این یکی هم چون میخواد تو بازی بمونه با اینکه به هر حال فقط یه جفت داره، خب به هر حال اینم امید داره که 2 تا کارت خوب دیگه بیاد، به هر حال اینم میگه کل و 60 تا میذاره وسط. این یکی هم با اینکه هیچی نداره ولی خب یعنی تا الان جفت و جور نشده دستش، ولی خب 60 تا میذاره وسط و اینجا این دور هم تموم میشه، پولا میرن وسط. که خب به هر حال اینی هم که این سبزی هم که اینجا هست میبینیم که شرایط استرایک داره، یعنی اگه یه 10 بیاد میبینیم 9 سرباز بی و شاه فعلا 4 تا داره که اینا از یه خال نیستن، از خالای مختلف هستن و اگه یه 10 از هر خالی بیاد شرایط استرایک داره. این شرایط یعنی به هر حال ردیفی که از یه خال نیست و خب پولا همه میره وسط، میشه 213 تا و الان کارت بعدی میاد. خب این کارت هم که میاد شرایط اینی که اینجا داریم زیاد تغییری نمیکنه. خب اینم نفر بعدی هم چک میگه دوباره، به خاطر اینکه این نیاز به یه 10 تاش تا استرایتش جور بشه، ولی خب این یه بی اومد و تازه یه دونه جفت داره. خب نفر بعدی هم که همون یه جفتشو داره، ببینیم چی کار میکنه.
خب تقریبا میشه گفت این وضعیتش این دو نفر، این سبزه و اینی که اینجا هست، مثلا چون جفتشون یه دونه جفت دارن و جفتشون هم شرایط استرایک دارن، ولی خب این سبزی که اینجا هست، این پایین هست، این در واقع، حالا من نمیدونم شما اینو سبز میبینین یا چه رنگی این لباسشو میبینین، ولی خب این فقط به یه 10 نیاز داره که بتونه استرایت کنه، اینی که این پایینه، ولی اینی که اینجا هست هم میتونه با یه 8 استرایت کنه. ببینید 8 9 10 سرباز بی بی هم میتونه یه دونه شاه گیرش بیاد، یعنی 9 10 سرباز بی بی و شاه. بنابراین شرایط استرایت این شانسش باز بیشتره. خب ببینیم چی کار میکنه. پولو چک کرد. خب حالا به هر حال چون همه چک میکنن، این دور هم بدون اینکه پولی وسط بیاد تموم میشه و کارت آخر باید ببین چک میگه و به هر حال کارت آخر میاد رو میز. خب به هر حال من اگه جای این فردی که اینجا بودم، خیلی وقت بود که خارج شده بودم، ولی خب این باز میگه چک و میمونه. اینه که با اینکه فقط یه دونه جفت داره و استرایتش هم اون 10 که باید میومد نیمد، به هر حال ریسک میکنه و یه همچین ریسکی اصلا واقعا تو شرایط نرمال اتفاق نمیافته که یه نفر ریسک کنه و به خاطر یه جفت مثلا 100 تا بذاره وسط، ولی خب حالا این کارو میکنه، 100 تا میذاره وسط. این هم همینطور، این هم میگه کل 100 تا، با اینکه این نفر یه جفت داشت و ممکن بود مثلا این تکی که الان اومده بود میتونست مثلا فکر کنه که احتمالا این وضع خیلی خوبی داره که یه همچین کاری کرده، مثلا میتونه استرایت کنه یا مثلا کارهای دیگه ممکنه بتونه بکنه، ولی خب این هم 100 تا میذاره وسط و حالا جالبه که این هم 100 تا میذاره وسط و خب این دور هم اینجا تموم میشه و پولا همه میرن وسط جمع میشن. خب و برنده که برنده این سبزه هست، به خاطر که یه دونه جفت داره و جفتش بی بی هستش، در حالی که جفتی که این نفر داره 6 هست و جفتی هم که این داره سربازه. حالا باز با هم ببینیم، بین این فقط یه جفت داره، جفت 6 و این کارتاش در واقع تمام این کارتایی که به دردش میخورن، ولی خب اونای دیگه به حساب نمیاد، یعنی فقط جفتش به حساب میاد. این هم جفت بی بی داره و حالا اون کارتای دیگه به حساب، ولی خب مثلا 6 و 9 دیگه خیلی بی ارزشن. یا مثلا اینجا که اینو داشتیم مثلا 9 و این سرباز در واقع هیچ ارزشی براش نداشتن، چون مهم این 2 تا 6 بود و تک و بی بی و شاه هم از این سربازه و 9 بیشتر هستن. این هم به همین شکل و این یکی هم سرباز، این 2 تا سربازه هستن که به دردش میخورن که و به هر حال کدوما 6 مثلا به دردش نمیخوره و 9 6 و 9 به دردش نمیخورن. پس برنده ما کیه؟ اونی که جفت بی بی داشته و همه پولا گیر این میاد. خب حالا یه خورده بریم جلوتر چه اتفاقی میفته. پس این دیلر ما بود تا الان. حالا برای اینکه دست بعد شروع بشه، این د یکی میاد این طرف به این شکل. خب ببینید د اومد یکی این طرف، پس این یکی میشه اسمال بلایند و این یکی میشه بیگ بلایند و حالا چه اتفاقی میفته. خب کارت ها شروع به تقسیم شدن میشن به این شکل. خب این نفر هم 2 تا میذاره وسط و میگه کل. خب ببینیم نفر بعدی چه کار میکنه. این هم به همین شکل 2 تا میذاره وسط و میگه کل. این 2 نفر دیگه هم 2 تا میذارم و حالا این آخرین نفری که باید حالا یکی بذاره اون یکیش و همه 2 تا میذارن و این دست هم این دور از این مرحله هم در واقع به این شکل. خب این خب یکیشو میکنه 2، این یکی هم باید بگه چک، یعنی خب اگه بخواد میگه چک و پس همه پولا میان وسط و 3 تا کارت میاد اینجا. خب این دیلر ما هست و حالا از اینجا شروع میشه. ببینیم این وضعیت کارتیش چجوری هستش. ببینیم 20 تا میذاره وسط. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا 5 هست، 5 6
7 8. یعنی یک استرایت داره که 1 2 تا 3 تا 4 تا اینجا هست و حالا اگه یه 4 بیاد، یعنی تو دور بعد یه 4 بیاد میشه 4 5 6 7 8 و اگه یه دونه 9 هم بیاد میشه 5 6 7 8 9 و شرایطش عالیه برای در واقع استرایت. کجا هستیم؟ این استرایت هستش، شرایط بسیار خوبی رو داره برای استرایت. و حالا خب حالا ادامه بدیم ببینیم نفر بعد چه کار میکنه. نفر بعد شرایط خیلی خوبی برای استرایت داره، ببینید 7 8 یه 9 اگه بیا دور بعد میشه 7 8 9 10 و سرباز و شرایط خیلی عالی برای استرایت داره. یعنی اینجا یعنی یک ردیفی که ولی از خالهای مختلف، پس بنابراین 40 تا میذاره، ریسک میکنه، میگه ریس، پس این بت بود، این ریس میکنه و 40 تا میذاره وسط. و حالا ببینیم این یکی چیکار میکنه. یکی به هر حال این هم شرایطش عالیه برای استرایت. یعنی خب میبینین اینجا 5 هست، یه 6 بیا اینجا میشه 5 6 7 8 9. شرایط خیلی خوبی برای استرایت داره ولی خب حالا خارج میشه. بنابراین تصمیم با هر فردیه که ریسک کنه چه کار کنه. و این نفر دیگه که اینجا هست ببینین چه کار میکنه. این شرایط خیلی خوبی برای فلاش داره، یعنی یه مرحله باز بالاتر از این نفری که اینجا هست. و خب این دو نفری که اینجا بودن، اینی که 20 گذاشت و اینی که 40، اینا شرایط استرایت دارن ولی این یکی شرایط فلاش داره. شرایط فلاش باز یکی بالاتره. ببینیم فلاش اینجا هستش در حالی که استرایت اینجاست و این 1 2 تا 3 تا 4 تا دل رومیز هستن. یه دونه دیگه بیا این فلاش میشه، بنابراین این 100 تا میذاره و میگه ری ریس. ببینین این بت بود، این ریس بود. وقتی که دو بار بین این که بیرون رفت، حالا اگه این مثلا مونده بود و 40 تا میذاشت، باز این که میخواست افزایش بده میشد ریس. ولی حالا که بعد از یه افزایش دوباره یه افزایش دیگه صورت گرفته، به این میگن ری ریس. و اینجا میتونیم ببینیم به این میگن ری ریس. یه همچی چیزی باید بشه. دو تا افزایش پشت سر هم میشه ری ریس و 100 تا میذاره وسط. و ببینیم نفر بعدی چه کار میکنه. خب این یکی هم که اینجا هست، این هم شرایط استرایت داره و یه 4 یا یه 9 اگه بیا میتونه استرایت کنه، بنابراین این هم 100 تا میذاره اینجا و این یکی هم خارج میشه از بازی. حالا این دو نفر هم اگه بخوان هنوز بمونن باید مقداراشون رو به 100 تا برسونن. خب که این 80 تا میذاره و مقدارش رو به 100 تا میذاره و میگه کل. و این یکی هم 60 تا میذاره و نه البته این خارج میشه، درسته این خارج میشه، ریسک نمیکنه. که خب تو این شرایط که خارج میشه دیگه 40 تاش هم از دستش میره. خودتون میتونید حساب کنین 100 تا 200 تا 300 تا، این هم 40 تا و 12 تا که اینا رو حساب بکنیم میشه 352 تا. و خب حالا کارت چهارم میاد، یه 5 میاد اینجا و میبینید اینجا یه 5 داریم، اینجا هم یه 5 داریم، یعنی به هر حال وسط یه 5 هستش. پس شرایط اینی که اینجا هست شرایطش بهتر نمیشه. این میگه چک، به خاطر اینکه ببینین این دنبال اینه که یه استرایت کنه و این 5 که اومد تازه این 5 2 تا 5 این وسط میشه که این 2 تا 5 برای همه است، یعنی همه بازیکن‌ها الان شرایط پار رو دارن، یه دونه جفت رو دارن و این برای همه هستش. ببینیم نفر بعدی اون طرف چه کار میکنه. این هم چک میکنه، به هر حال اون چیزی که دنبالش بود یه دل بیا اینجا نیمد، این هم چک میکنه. و این یکی این هم دنبال به هر حال این هم دوباره این 5 تکرار میشه و استرایتش جفت و جور نمیشه، پس این هم چک میکنه و این دور هم اینجا تموم میشه و کارت آخر این مرحله یعنی دور آخر مرحله شروع میشه، یه 9 میاد و ببینیم که این
خب همونطور که میبینین این بازیکنی که اینجا هستش به یه استرایت میرسه، 5 6 7 8 9 به یه استرایت میرسه. حالا اینکه کدوم 5 رو انتخاب بکنه اینش با خودشه. البته خب این طرف داشتین که پیک بر اونای دیگه، ولی خب این تو این مرحله همونطور که گفتم تو بازی این فقط اینکه دیلر رو مشخص کنیم اون چیز هست که کدوم بر کدوم، ولی خب اینجا هم مثلا برای اینکه کدوم کارت رو بین 5 خش و 5 پیک میتونیم اینجوری بگیم، ولی از لحاظ ارزش برد و باخت هیچ فرق نمیکنه، چون حالا بعد میرسیم جلوتر، یه خورده بریم الان جلو میرسیم که چرا. و پس این استرایتش جفت و جور میشه، این هم خارج میشه چون فلاشش با یه دل دیگه جفت و جور میشد و اینجا میبینیم که فلاشش جفت و جور نمیشه، بنابراین خارج میشه. و خب این یکی هم یک کال میگه و همین 5 تایی که این گذاشته این هم میذاره، به هر حال این هم فلاشش استرایتش جفت و جور میشه، یعنی هر دوی اینها ببینیم 5 6 7 8 9 هر جفتشون یه شرایط رو دارن. حالا اگر مثلا بخوایم به طبق اون قانون اینجا بخوایم محاسبه کنیم، این یه 6 خش داره، این یه 6 دل داره، دل ارزشش بیشتر از خشته، قانونا اگه بخوایم چیز کنیم این باید برنده شد، ولی اینجوری نیست. تو بازی اینها فقط مثلا اینجا که مثلا میگیم بین این دوتا کدوم رو انتخاب کنیم، خب حالا 5 پیک، ولی اینجا ولی ارزش چیزی نداره که بخوایم بگیم چون این مثلا دل داره برن، این دوتا 6 ها هر دو جفتش یه ارزش دارن و حالا جلوتر ببینیم دوتا 50 تا هم اینجا جمع میشه و این پول بین این دوتا تقسیم میشه، چون این کارتای وسط که مال همه هستن، این دوتا 6 هم یه اندازه هستن و پولا بینشون تقسیم میشه. 226 تا برای این، 226 تا هم برای این. پس این دور هم این مرحله هم تموم میشه و اینها هم پولاشون رو بر میدارن. این دیلا هم از اینجا میرسه به این، ببینیم به این شکل اومد پایین. خب حالا ببینیم این دست هم سمال بلایند بیگ بلایند رو مشخص میشه و خب یه خورده که یواشتر بیایم جلو به این شکل. خب کارتا تقسیمش از سمت چپ دیلا شروع میشه، دیلر یا حالا به هر حال. خب پس این 1 2 که با اینا باشن، ببینیم اون نفر اونور این خارج میشه از بازی، حالا دستش چجوری بوده تصمیم میگیره خارج بشه، این یکی هم خارج میشه. خب این دوتا میذاره در واقع خورده بریم عقب‌تر، دوتا میذاره میگه کل، این یکی هم دوتا میذاره میگه کل و حالا نوبت میرسه به این دو نفر، یعنی سمال بلاند و بیگ بلاند، این هم یکی میذاره روی یکش میگه کل و اون یکی هم میگه چک و اینجا دور اول این مرحله تموم میشه و پولا میرن وسط و این هم 3 تا کارت میذاره. خب حالا ببینیم بازیکن ها چه کار میکنن. این بت میگه و 20 تا میذاره وسط، حالا ما نمیدونیم این چه کارت هایی داره و این یکی فولد میکنه خارج میشه، این یکی هم دوباره لج بازی میکنه همه چیپاشو میذاره وسط، حالا من نمیدونم چه کارتایی داره، حالا بعدا مشخص میشه، همه چیپاشو میذاره وسط. و جالب اینه که اینم لج بازی میکنه ریریس میکنه، یعنی این بت بود بعد یه افزایش دوم میشه ریریس، این هم 10,000 تا. البته همه کارتا همه چیپاشو این نمیذاره چون این همونطور که دیدیم تو مرحله قبلم یه جا دوباره از این تمام چیپاشو گرفت، بنابراین خیلی داشت. الان هم اون چیزی که من میبینم هنوز 150 تا براش مونده، ولی این یکی تمامشو گذاشت وسط، این هم ریریس میکنه همه رو میذاره وسط. خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. یه خورده که بریم جلوتر، این هم کل میکنه و این هم دیگه هر چی داشته ببینیم. خب این دیگه بیشتر از این مقدار نداشته، مجبور میشه همین قدری رو که داشته بذاره. خب
خب حالا میبینیم که کل میگه به هر حال وقتی که این مجبور بوده که هر چی دیگه داشته بذاره وسط، ولی خب به این حد نمیرسه. به هر حال این هم شرایط کل میشه. تو این شرایط کمترین مقدار باید نگاه کرد ببینیم کمترین مقدار کدومه. کمترین مقدار اینه، کل این باید بیاد وسط و بعد از این دو نفر هم همین مقدار بیاد وسط، یعنی 4995. حالا ما بیایم جلو، 4995 بین این 8 که اونجا هست و حالا جلو که بیایم 4995 تا که با اون 8 اضافه بشه اینقدر. حالا از این 10,000 تا هم 4995 تا میره، از این هم 4995 تا میره اون وسط. پس حالا این مقداری رو که اینجا جمع شده مقدار مشترک بین هر 3 نفره، ولی حالا جالب اینه که این مقدار 317 هم میاد وسط. ببینید 317 میاد اینجا و از این 5005 هم 317 تا کم میشه، 2 تا 317 تا میشه 634 تا و این مقدار دیگه برمیگرده به صاحبش. نه این با ارومیز این مقدار رو برداره که همین کار رو هم میکنه. پس اینجا الان میشه دید که وقتی پول بازیکن‌ها با هم برابر نباشه مشکل درست میشه، مخصوصا وقتی که مثلا از اول بازی فرض کنیم یکی با 1 یورو بیا، یکی دیگه با 10 یورو بیا، یکی با 100 یورو بیاد و از هم اول بازی باید همینجور این چیزهای مختلف یعنی ستونهای مختلف درست کرد و اگر از اول بازی این اتفاق بیفته خیلی خسته کننده میشه. ولی خب وقتی که وسط های بازی این اتفاق دیگه اجباراً میفته، این اتفاق رو کاریش نمیشه کرد. پس و تو این شرایط دیگه بازی تموم میشه و 2 کارت دیگه هم باید با هم آورده بشن. بریم جلوتر، 2 کارت بعدی هم باید با هم آورده بشن و اینها هم دیگه باید کارت هاشون رو رو کنن. خب همونطور که میبینین این یه شاه داره، یه شاه هم وسط، 2 تا 5 هم وسط. پس شرایطی که این داره، حالا این 10 هم که میبینین اینجا این 10 نقش تو بازی نداره ولی خب بهتره 2 و 6. پس 2 تا جفت داره، یه جفت که وسط هستش، 2 تا 5 یه شاه هم اینجا یه شاه میشه شرایط 2 جفت که شرایط 2 جفت هم در واقع اینجا میشه 2 تا جفت داره و نفر بعدی اینی که اینجا هست این هم 2 جفته هستش. میبینین 50 که وسط هستن، 2 تا در واقع 2 تا سرباز هم که داره این هم 2 جفته هستش. و خب نفر بعدی هم که کارتاش رو بشه این هم 2 جفت هستش، یه 5 وسط هستش، یه جفت 5، 2 تا هم 8 که خودش داره. پس برنده این مقدار زیاد این 14993 خود این طرف هستش که یه جفت شاه داره، به خاطر همین یه شاهی که داره خب برنده میشه و این مقدار بزرگ بهش تعلق میگیره. بریم جلوتر. خب البته خب یه دفعه پولا با هم اومدن و حالا مهم نیست. خب به این این اومد به این و حالا میرسیم به این مقداری که مشترک بین این 2 تا بود. این هم سرباز ارزشش بیشتر از 8، بنابراین این مقدار هم به این تعلق میگیره. پس این برنامه قسمت 3 آموزش پوکر که قسمت آخر هم بود اینجا تمام میشه و خداحافظ.